ohista gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragin tubiga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman. سلام علیکم دوستان عزیز بیننده های شبکه شهنام. امروز جمعی تبریکاتی شهنام در ضیعه میرانپول در محله مهرآباد در خاندان زیبای رجبایکه مهمان هستم. امروز جشن زادروزی گلبرایکی و گلعروسی نازنین است که قدم‌های نخستین را به خاندان بختش قدم گذاشته. امروز اولین جشن زادروز دارد. گلجهان بانو را نیز تبریک میگویم. امروز تبریکات از نام پدر عزیز گلمیرایکی، از نام سیف الله بابا، از نام 6 خواهرانشان، از نام فرزندانشان گلعبدالایکی، یارکه، دلشادکه و آیشایکی تبریک میگویم. این لحظه ها را همراهی شما با هم ببینیم. با آغاز کردیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدر مادران، خویش و تباران، نزدیکان، همه شما را با امروز روز خرسندی و خاندان رجبایکه به جشن زادروزی گلمیرایتی و گلعروسی نازنینشان گلجهان بانو خوش آمدتان. قدم های شما را بالایی دیده میگویم. و البته میخواستم مهمانان عزیز و صحنه صاحب جشن های امروزه را گلمیرایتی رجبایکه را همچنان دیارکه گلجهان بانو را به نزد ما دعوت کنیم با قرصک‌های شمایان. مرحبا. رجبایکه مرحبا، شما را نیز تکلیف میکنیم. دیارکه مرحبا. هزار و یک متاعهای بیدیدی روان گشتی و بازار رسیدی. هزار و یک متاعهای بیدیدی گرفتی بهری فرزندت لباس زروز. السلام علیکم مادر جان عزیز، زادروز مبارک باشد. گلمیرایتی روز خرسندی را امروز مولود خجسته را برایتان مبارکباد میگویم. امروز شما را سر اول از نام پدرجان عزیزتان، از نام سیف الله بابا، از نام 6 خواهرتان، از نام فرزندان عزیز، از نام گلعبدالایتی، دیارکه، دلشادکه، آیشه بانو شما را صدقاً تبریک میگویم. زادروزتان مبارک باشد. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. در این کاشانه زیبا که با یک مهنت های حلال برپا کرده، خدا حج آشی ها با نصیب کند. صاحب یکشن نبیره های شیرین شوید و همین باغ زیبا پر از نبیره شود و خدا کند که نام های نبیره ها از خاطر برآمدن نصیب کند. امروز از نام فرزندان برایتان میگویم ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعدی خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاده است، آغوشی مهر گشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نام مادر. صرفی حیاتی من شد، صرفی نشاطی من شد، صرفی نجاتی من شد هر صبح و شام مادر. مادر جان عزیز، زادروزتان مبارک باشد. اینا بدید که در روز خرسندی جشن بالای جشن است. امروز در روز زادروزی شما نیز زادروزی گلعروسی نازنین کلین پاشا را نیز جشن گرفته ایستاده. نیت میکنیم دعا میکنیم که دیار جان همراهی
عروسشان از قدم شمایان را زیر کنند، صاحب فرزندهای صالح و صالحه گردند. خدا کند که خاندانتان پر از همان تحفه بهشت باشد که نامش نبیره است. سال آینده باشد با یک تشویش های شیرین در علمخیل هواهای گرم مادر جان گلعروستان یک نه دو گوهره کلام برداشته بیاین و همین کاشانه زیبا و گوهره بندان شوند با آمده باش مایه تبریک کردن نصیب کنند. امروز با گلعروسی نازنین میگویم من تمنا میکنم این گلعروس مادر شود. آرزو دارم نخست فرزند او پسر شود. نامبرداری دیارجان، نامبرداری رجبایوک گردد میان مردمان. نام فرزند نخستین نام پیغمبر شود گفتگی ها. اگر قرصک زنیم خدا خواهد این سال همین خاندان و محمد جان می محمد یوسف می به دنیا بیاید و باز آمده ما تبریک کردن نصیب کند. ببین روز مبارک، روز فرسندی را امروز بعضم بالای بعضم را برای هر دویتان مبارکباد میگویم. مادران اگر همه این زنبانوان همه مادران را به یک جا جمع کنیم و پرسیم چی توفه مهم است میگویند اعتبار و یک سخن شیرین فرزند و بعد از آن گلدسته های زیبا. خداوند کریم گلدسته های زیبا را به مانند زنبانوان آفریدند. اکنون دیارجان گلدسته این گل را زمین میمانیم و این گلدسته ها را میگیریم و با افتخار مادر با افتخار عروس نازنین تا تقدیم میکنیم. مرحبا با قرصک ها. مرحبا. خوشبخت باشه، مبارک باشه. سلام مادر، سلام مادر، برایت احترام مادر. همه اون سختی ها بگذشت و پیش بازم برا مادر. توی تنها امیدی من، توی راهی سفید. مادر جان عزیز خیلی که نیت کردیم خدا کند که سال آینده در همین خاندان همراهی رجبایکه از زیارتی عمره از زیارتی حج اکبر آمدم و ما پیشواز گفتن نصیب کنند گفته با چنین نیت ها در دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن کریم است تقدیم میکنیم برای مادر جان عزیز. مرحمت مبارک باشد. درگاهی خدا زاری نمودم، سحر بدی نمازی باب دادم. درگاهی خدا زاری نمودم. گلین پاشا گلجهان بانو برای شما از نام مولا بابا سیف الله بابا از نام خواهرانتان البته گلندامایتی آیشه بانو در اینجا تحفه ارزنده و زیبنده ماست بخواهیم برایتان تقدیم کنیم. مبارک باشد. دختروار قدم گذارید و خدمت پدر مادر را کنید. مرحبا. مبارک باشد. و البته هر جشن زادروز به شیرینی نمی شود. باز از نام خواهرتان در اینجا نه قرصک کلام به فکرم شما را همچون خواهری خورده کنجه خاندان قبول کردن. مبارک باشد. و شیرینی را نزدیکتر می بیاریم. برای شما
مبارک باشد. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дальше где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. البته در این روز خورسندی که جشن بالای جشن است، سخنهای تبریکاتی را از خواهران میشنویم. مرحمت یا شما گذاره. Avvalambor assalomu alaykum hamotunda, xush omadi hamotun. Bijon sadadre, kelmulojmayam sadadre, komkati qushab pirshawe, bijon dodam kati qushab pirshawe. Ruzoy nazom faqat ham qinshawe. Rahmat hamotunda. Ayni xush huzurom nabni. Rahmat kau. از مهمانان سخنها باشد اگر میشنویم. مرحمت. مرحمت. سریم نزایتی. مرحمت. دخترم وقتم زرم بالو پرم، معنی عمرم سمایم اخترم. با لبی خندان و چشم اشکبار می روی امروز زی درگاه و درم. یاد دارم کودکیت آن زمان دست من بگرفته تازان می شدی، لیک از من دور فتاده ناگهان بر زمین افتاده گریان می شدی. سریم نزایتی، زادروز دختر اولینش در خاندان بختش برگزار شده ایستاده است. خدا کند هر بار خاندان شما فقط مهمانی رود و با یک لبخنده پر، با یک فرزندهای صالح و صالحه. میخواستیم برای دختری نازنینتان و برای خدا خواهر سخنهای تبریکاتی البته هست، ما میخواستیم شنویم. مرحمت. Rahmati kalon, avvalambor assalomu alaykum hamyakotun va xush omade. Ilohim yangamlom kati دخترم دیاکوشون صد بدران امروز یک روز با دای روز زاد روزشون تبریک میکنم. دیاکوشونم خوشافیر شون، حضور بچه کاشون ببینن. الهی دختر منم همجا خوشافیر شوه، سنگ شوه. هم یکاتون با رحمت بچ میگو. السلام علیکم. خوش آمده. هم یکاتون خوش آمده با درگاهی من این رجبو. این زادروز این قدچی من بوده، من این نورچی من بوده. اینکو دا الهی عمره کی درستیه، رزقه کی فرستیه. همه وقت خندیده گردن اینکو. نوره کی من همه وقت در خدمت پدروس و مادروس باشه، همه وقت رحمت نامه فهمه من دماغم چاق میشه. اگر گپی من دوره فقط جان جان کنه همینه کویا، خدمت که همینا کنه، عزت کنه شونه، حرمت کنه شونه. بچگو گل کشتم ریحان شد، برگکاش خزان شد. خفه نشو بچه جانم، سخنکم تمام شد. نه حالا سخن تمام نشد و امروز است نیت‌های نهضتان را رسانده. حالا اکنون سر شد
من هم در بالا گفتم اگر اعتبار کرده باشید خدا خواهد سال آینده همه درآمد سرطان بهوای گرم با همه آنمولا سرسان شده سیاه با یک تنه دو تا گوهره خریده بیاید همه خاندان با حسن حسین و فاطمه زهرا به دنیا بیاید و سر گوهره با همه نیت های نغز گفته الله های ناز خواندن نصیب کند. الهی به همون روزکار رسونه خدای مهربان به همون روزکار رسونه همین نکویا الهی پوشه پیر شود تو موچی کم کردی رجبای هم پوشه پیر شود خدمتکای کردگیش همه وقت راحت گرده الهی حضور بچه کاش بینه سلامت باشد. رحمت نیک همچون طلا و دور و گوهر است و قلب آدم ملهم می شود. اکنون باشد میخواستیم همه شما رو به رقص تکلیف کنیم. یک تا اول رسم گیری کنیم بعد از آن رقص هم خورسندی کنیم. همه خاندان ما فقط تشویش های شیرینی نبیره و فرزندها با بند شده گشتن نصیب کند میگویم. مرحمت سرودها برای شمایان همه را به رقص تکلیف میکنیم. مرحمت. Şoda ne var bir ganda
عزیزان امروز ما در خاندان زیبای رجب آیمک مهمان شدیم. همسرشان را گلروس نازنینشان را تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی را همراهی شمایان با هم دیدیم و باز با یک صحیفه نوی کتاب شهنان همراه کردیم. با ما باشید. با شبکه شهنان سلامت باشید.